وارونه نشان دادن تاریخ و دروغ گفتن از تاریخ آسیای مرکزی است. این یک نکته‌ای که باید همیشه توجه کرد، برای آنکه متاسفانه چند مفهوم کلیدی را نادرست فهمیدم. یکی اسم مفهوم توران و ایران. خیلی از مردم فکر کردن که تورانیان یعنی ترکان. در اصل هرگز اینطور نبوده و نیست. تور و سلم و ایرج پسران فریدون بودند و معلوم که فریدون زمینش برای فرزنداش تقسیم کرد و پسر دومش تور نام داشت و اینا در شاهنامه فردوسی همه به یک زبان واحد صحبت میکنن. در اوستا نیز اون جایی که مثلا درود میفرستد به ایرانیان، به تورانیان نیز درود میفرستد. در حالی که در شاهنامه فردوسی وقتی خاقان چین یا کسای دیگر باشد مترجم نیاز است. با تورانیان هیچ مترجم نیاز نیست. تورانیان از همون ایرانیان کوچ‌نشین بودند. سکایی ها پیداست که اینا همه ایرانی بودند. امروز متاسفانه در جهل مرکب ماندگان زرتشت هم ترک میگویند، مانی ترک میگویند. همه بزرگای فرهنگ و تمدن دوره اسلامی ترک میگویند که این خیلی تعجب آور است، ولی باید به این پاسخ باید منطقی و علمی باشد، نه همینطور جهل مرکب این کار رو اونا میکنن. برای همین در این باره باید خوب اندیشه کرد و باید در دانشگاه های ما کتاب های درسی درست حسابی باشد و تاریخ واقعیت گویند، واقعیت تاریخی بگویند.